اگه قرض و بدهی به کسی داری حتما در اولین فرصت ببر بده، حتی اگر موعدش خیلی خیلی وقت گذاشته. یه حاجی برای من داشت تعریف میکرد، میگفت که از یه پیرمرد یه صدر از گوسفند گرفتم، گفتم آقا اینجوری نبود که چک بدی، چک بکشی، سیبیل گرو میذاشتن. میگفت که من بهش گفتم که آقا حتی چی یادداشتی هم ننوشتیم، گفتم که آقا این 100 تا گوسفند برفر شده این تومن، من یه ساله نسی ازش خریدم که مثلا یه سال بعد پولشو بدم. میگفت پامو از درش گذاشتم بیرون، گوسفندا رو زدیم به ماشین، به خودم گفتم این پیرمرده خیلی ساده است، پس پولشو من نمیدم. باور کنید قسم میخورد، میگفت از همون روز دیگه پولی سر سفره خانواده من نیومد که نیومد. کاربارم بد شد، اومدم بعد بیاری آوردم. این داستان حقیقت دوربر خودتون میبینید. میگفت بعد 1 ساله خریده بودم گوسفندو، دقیقاً 1 ماه مونده بود، گفتم خدای خودت کمک کن بذار پول این پیرمرده رو بدم. میگفت از فردای همون روز دوباره روزی و ثروت و فراوانی اومد توی خونه زندگی من و پول اون گوسفندام جور شد. گوسفندام خورده چاق چله شده بودم، بردم فروختم، کلی هم خودم سود کردم، پول پیرمرده هم دادم. خواستم با این کلیپ، با این پست، با این ویدیو بهتون بگم که اگر به یکی بدهی دارید حتما بدهیتون رو تسویه کنید و الا کارما حقیقت